هست یک تعداد مردم که نماز میخوانن و نماز برشان لعنت میفرسته، روزه میگیرن و روزه برشان لعنت میفرسته، قرآن میخوانن و قرآن برشان لعنت میفرسته. کدام مردم است؟ اونو مردمی است که با وجود که تقوا دارن، عبادت دارن، به یک مقام رسیدن، یعنی عالم دین هستن، اما عمل ندارن. به اون مقامی که هستن یک انسان که هدایت میکنن به عوض که مهر و محبت در قلب ها بیافرینه، کینه ها را پاک کنه، حسودی ها را پاک کنه، بدبینی ها را از بین ببره. منتها متاسفانه در کلام هایشان یک و یک زهر دارن، دشمنی دارن، حسودی را در مردم تیر میکنن، دشمنی را تیر میکنن. مثل همی یک بیعقل که فعلا یکی از همی اهل گفته نمیتونیم، نا اهل تشیع مینامیمش، مولانا از خودش ما کلام داره، یک زهری در وجود خود در زبان خود داره که زمانی که کلام میکنه شما باور کنین که می چیز کسی که اهل تشیع باشه و کلام او را بشنوه از سنی متنفر میشه. ای را نااهل به خاطر میگم که اگه ای اهل باشه میگه بچه باز کو آغوشته، اگه سنیست، اگه هر کسی که هست تو محبت کو به کلگی، تو پاکی خود اثبات کو، تو مهربانی خود اثبات کو. تو را چی به عمل کس، تو را چی به تقوی کس، تو را چی به شیوه عبادت هر کس میفهمه و خدایش. تو کی هستی که بیادر مقام نماز تو توصیف کنی که طریقش درست است، طریقش نیست. او مقام با پاکی ادا میشه، هیچ کس نمیفهمه کی در کدام مقام است و مقامی کی در کدام مرتبه است نزد خداوند. پس لطفاً همین کسایی که در بالا هستن کلامی که میکنین بسیار متوجه باشین که نفرت تیر نکنین. این گندگی که در نوک زبان خودتان است، در وجود خودتان است، زهرتان بیرون نکنین. اگه پاکی ها را کشیده میتونین، اگه میتونین که کینه ها را از بین ببرین، اگه میتونین که تعصبات از بین ببرین، 1000 دفعه کلام کنین. در غیر از او حداقل همین مرداری خود نکشین در جامعه، در نسل نو، در نسل جدید.